بچه‌ها بعضی میان دایرکت ازم سوال میپرسن که ما با کارت گرافیک ماین کنیم بهتره یا دستگاه. من به شما کارت گرافیک رو پیشنهاد میکنم، چون کارت گرافیک هم طول عمر بالایی داره، هم مصرف پایین تری داره، سر صدای کمتری داره، ولی در عوض گرون. ولی خب یه چیزیه که همیشه هست، خیلی طول میکشه یک کارت گرافیک رو سر ماین خراب کنید. من اینکه دیگه اونو هشت ریتش رو بذارید تا آخرین قدرت چه استفاده کنی و بعد شبانه روز روشن باشه 24 ساعته، اون آره بعد 2 سال کار قدرتش رو از دست میده. ولی دستگاه ماینر اینجوریه، درسته خوب پول میده، بعد ولی خب بدیهای خودشو داره دیگه، سر صدا زیاد داره، وقت زیاد مصرف میکنه، عمرش پایینه، زود خراب میشه. من به شما کارت گرافیک رو پیشنهاد میکنم اگه سرمایه دارید. اگه سرمایه ندارید، دستگاه ماینر میخواید بخرید، پاندا ماینر بخرید، این سیلیکون بخرید، مدلای گرونش رو بخرید. مدلای ارزون اسلنجن، اونایی که از رده خارج شدن، قدیمی ها، دیگه به درد نمیخورن. به درد میخورن ها، به درد اونایی میخورن که چی دارن؟ فارم دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه مزرعه درست کردن، یه دونه دو تا دستگاه ندارن، 100 تا دستگاه دارن. واسه اونا فرقی نداره. چرا؟ چون سرمایه‌شو دارن، میتونن واسه خودشون کار کنن. ولی اونایی که سرمایه ندارن، من یه سیستم رو بهشون پیشنهاد میکنم، میتونن بدون دستگاه ماینر با یه دونه کامپیوتر ساده به درآمد برسن. تمام شد و رفت. اگه من اون روشایی که من به شما میگم شما همونا رو انجام بدید، محال ممکنه که به درآمد نرسید. والا شما هیچ ضرری نمیکنی، حتی 1000 تومان هم از جیب خودت مایه نمیذاری، فقط میای توی سایت روزی 5 ساعت کار میکنی، همون اینترنت و همون بازی و همون کار رو داری با کامپیوترت انجام میدی. چی میشه بغلش یه برنامه بیشتر اضافه واکنی واسه درآمد خودت، واسه زندگی خودت؟ یه من حرفم همین بود. یه عقل سالم چی میگه؟ نه سرمایه میخوای، نه یه چیزی که استفاده مونده داری دوباره استفاده میکنی، اصلا داری استفاده میکنی ازش، بغلش هم میتونی این کارو انجام. آقا خداحافظ. شما یه حرفی باقی نمیمونه.